با ماشین نمر تاجیکی هم علش میشه برادر. با دقت تماشا کنید. این ماشینه که میبینید کیا اپتیما برادر، корейский 2020. пробегش 90 چند پابازا 90 چند هزار برادر. شرایطش به حد بمبان. 2 میلیون چند سومش گفته است همین برادر. دستوراش نه ضرور است باید بفروشش. اگر که امکانیت نشود ماشین تاجیکی هم علش میکنه، نرخش از چند هزار بالا باشه، از چند هزار سومونی با چیکار میکنه ان شاء الله بخیر بالایش با سومیته. این سالن ببینید کاج نیست سالن. این 360 گرادوس ان کامراش تو میخرن خدمت که این ماشین چرا میبینی میدونه، یعنی که مردمی که اپتیما صورت در نظر دارم همه طرفا تنجای برادر. فقط خواهش میکنم که آدمایی که شرایط خریدن داره همه رو زمزنه و چرا غم نته. من هم ده خونی سیومکاش کرده شدم که اپتیما بد وای ما اینا